بسم الله الرحمن الرحیم. امروز هم با یک کلیپ آموزشی در خدمت شما هستیم. امروز یه چند دقیقه‌ای می‌خوایم در مورد جوجه های یک روزه که وارد سالن مرغداری میشه براتون صحبت بکنیم. جوجه هایی که وارد سالن مرغداری شده، سالن مرغداری که از قبل مهیا شده برای ورود جوجه ها، سالن مرغداری برای جوجه های یک روزه، اون جوجه های یک روزه‌ای که وارد سالن میشه احتیاج به دان در 24 ساعت، بعضی ها میگن تا 6 ساعت، بعضی ها میگن تا 12 ساعت، بعضی ها میگن تا 24 ساعت احتیاج به دان دادن یا تغذیه با استارتر برای جوجه ها لازم نیست. تنها کاری که باید انجام تو این 24 ساعت، باید آب و شکر رو با هم قاطی بکنیم که آب شکر محلولش 90% باید آب باشه، 10% باید شکر باشه. این محلول رو به جوجه ها میدیم که اون از حالت بیحالی در بیان، قوای جسمانی خودشون رو به دست بیارن. یا میتونیم از سفیده تخم مرغ، همین تخم مرغ میبینیم اون سفیدش رو به صورت آب پس شده سفیدش رو رنده کنیم به خورد جوجه ها بدیم. این یکی از منبع پروتئین بسیار بالایی که برای جوجه ها هم حائز اهمیت هستش. حالا برای چی آب و شکر رو در 24 ساعت اول به جوجه ها میدیم؟ به خاطر اینکه جوجه ها از یک محیطی وارد محیط جدید شدن، به شدت استرس دارن. میخوایم این استرس جوجه ها رو کاهش بدیم. پس برای کاهش استرس جوجه ها میتونیم از آب قند استفاده کنیم، یا به خاطر اینکه اشتها رو در جوجه ها تحریک بکنیم میتونیم باز از آب قند استفاده بکنیم. ثانیاً اون انرژی لازم رو برای هضم زرده تخم مرغ، اون در مقعد، اگه جوجه های یک روزه رو دیده باشین، در مقعد جوجه ها یه ماده سفید، ماده زرد هستش که همون سفید زرده تخم مرغ هستش. برای اینکه بتونه اینو هضمش کنه انرژی لازم رو نداره، به خاطر اینکه اون انرژی لازم به دست بیاره از آب و قند استفاده میکنه. ثانیاً سیستم گوارش جوجه آماده میشه برای تغذیه با دان، به خاطر همون از آب و شکر برای جوجه ها تا 24 ساعت ازشون استفاده میشه. تا 24 ساعت پس از دان به هیچ عنوان استفاده نمیشه. از دانخوری لبه کوتاه هم باید تو سالن های مرغداری استفاده میشه. به خاطر چی؟ اون لبه های دانخوری های لبه کوتاه یا بشقابی، چون لبشون کوتاه هستش، جوجه میتونه به راحتی دان داخلش دان مورد نیاز خودش رو نوک بزنه بخوره. ثانیاً جوجه های یک روزه اکثرا داخل همون دانخوری های بشقابی میرن، به خاطر اینکه پاهاشون سر نخوره، برجسته هستش کف دانخوری های بشقابی. در شبه ها هم اون سالندار محترم باید با یک صدای، با یک آهنگ ملایم بیاد داخل سالن، یک آهنگ ملایم رو بخونه برای جوجه ها تا جوجه ها ترغیب بشه که دام بخوره، آب بخوره. و اینو در 24 ساعت بعد چیز میگم، بعد اینکه آب و شکر دادیم 24 ساعت بعد از اون شروع به دان، تغذیه با دان انجام میشه،